سلام بچه ها، خسته نباشید. امروز خوردیم به یه اسکواد خیلی فشاری توی مچ. معمولا من با یار رندوم بازی میکنم 99% اوقات. حالا امروز از شانسشون من باز با یار رندوم بودم، هیچ از فرندای من آنلاین نبودن که اینا رو شوهرشون بدیم. مچ اول که اینا رو فرستادم لابی، هر چقدرم ترایارد کردم فایده نداشت. مچ دوم خود دوباره پای سرم استارت کردم، خوردم به اینا باز با یار رندوم. دیگه چی بگم دیگه، خودتون داستان یار رندوم میدونید دیگه. چقدر تو بخوای هندل کنی بزنی دیگه، یارات پشمک باشه نمیشه کاریش کرد. مچ دوم ولی همش اینا رو دان میکردم، مجبور شدم بپیچم به بازی، یا نفر سوم چهارمش میومد منو میزد. ولی خب یه درسی بهشون دادم دیگه، دورانی که با موبایل بازی نکردم با موبایل بازی و اصلا دیوانه میشم که به موبایل پلیرها توهین کنه، چون انگار به گذشته خودم داره توهین میکنه. هر کس با هر دیوایسی که بازی میکنه واسه خودش قابل احترامه با هر سطح امکانه. ولی خب مچ دوم نشد در بیارم دیگه، هر چقدر تونستم ولی خار مادرشون رو بعضاشون نشون دادم، ننه هاشون رو گاییدم. میخوام اسنایپشون کنم. حیف که نشد دیگه، آخرین نفرشون خط منو گرفت، کم کرد منو زد. حالا خودتون بیشتر می‌بینید. فعلا روز رو خوش، ویدیو رو نگاه کنید، لایک و فالو و سابسکرایب یوتیوب رو یادتون نره. فعلا بچه. एक बात कर रही है।